یادم اون موقع مثلا کنکور بودم، یه بنده خدای مشاور میگفت درس خوندن سخت ترین کار دنیاست. زر میزد. چرا زر میزد؟ دیروز یه بنده خدای یه کارگر افغانی 17 18 ساله، 2 تا برادرن. خب بعد این چون بابای من ساختمون سازی داره داشت کار میکرد، ایشون از صبح اومده کلی کار کرده تو این سرما، خیلی هوا سرده بچه‌ها، تو این سرما از صبح کار کرده تا ساعت 3-4 بعد از ظهر. به خاطر چقدر فکر می‌کنی؟ 600,000 تومان. همونی که تو در عرض 5 دقیقه با رفیق پیتزای 500,000 تومانی سفارش میدی و میخوری. همون پولی که خانوادت دارن برای تو در میارن، دارن رو تو سرمایه گذاری میکنن. پدر تو که بلند میشه کار میکنه، پدر تو یا مهندسه یا دکتره یا کارگر، بالاخره داره زحمت میکشه. هر پولی که داره میتونه همون پول بره ماشین بخره، میتونه بره طلا بخره. چرا واسه تو داره خرج میکنه؟ چون میخواد روی بچه‌اش سرمایه گذاری کنه. بگه آقا 2 روز دیگه این میدونه معلم بشه، یه پرستار بشه، یه پزشک بشه، یه داروساز بشه، بتونه 10 برابرش رو در بیاره. تو هم الان کار درس خوندن، شغل درس خوندن، شغلت ول چرخیدن و با این اون چرت و پرت گفتن و درگیر حاشیه شدن نیستش که. تو باید 20 شاری فقط به درست اهمیت بدی. الان یک دانشجو پزشکی الان در واقع مثلا 3-4 میلیارد تومان میارزه. تو پولی تو همون موقع دریافت میکنی.